سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم که خوب و سرحال و صحتمند باشین. محمد زکریای زمانی از افغانستان در برابر شبان از فرانسه تا لحظات دیگه باید رقابت بکنه. محمد زکریای زمانی را در تصویر تماشا میکنین که وارد رنگ میشه. مسابقات را که میبینین در تایلند از طرف هایلند باکسینگ جیم یا هایلند باکسینگ جیم برگزار شده. بدن آماده داره ابراهیم شبان از فرانسه، ورزشکاری که در برابر محمد زکریای زمانی باید رقابت داشته باشه. 3 پیروزی داشته و هیچ باخت نداره. بله، محمد زکریای زمانی 9 مسابقه انجام داده که 7 پیروزی داشته، 5 حریفش ناکاوت کرده و تنها 2 باخت در برابر تیوا کرام، یکی از بهترین های جهان داشته که هر دو بار توسط امتیاز باخته. ناکاوت نشده تا به حال محمد زکریا زمانی در برابر ابراهیم شبان از فرانسه. مسابقه 80 ثانیه های دیگه باید آغاز شود. رفری هم از تایلند است و در رنگ بسیار قشنگ این مسابقه برگزار شده. محمد زکریا زمانی اگر برنده این مسابقه شود، تعداد پیروزی هایش به عدد 8 خواهد رسانید. راوند نخست مسابقه میان هر دو فایتر آغاز میشه. ابراهیم شبان با لباس سیاه است، حریفش محمد زکریای زمانی از افغانستان با لباس سفید مقابلش قرار گرفته. با پرچم 3 رنگ افغانستان در این مسابقه اشتراک کرده. محمد زکریا زمانی رقص پا میکنه. هر دو فایتر مشتهای جب خودش نشان میده. محمد زمانی مشت که زده میشه، گراده بسیار خطرناک از طرف شبان، گرادهای فوق العاده سرعتی را به سر صورت محمد زکریای زمانی میکوبه. ابراهیم شبان ورزشکار خطرناک است، بدن آماده هم داره. 3 مسابقه قبلا داشته که هر 3 حریفش ناکاوت کرده. این ورزشکار قدرتمند است و مشت جب زمانی پیش میه. مشت که زده میشه به سر صورت ابراهیم شبان، زمانی دوباره کنترل مسابقه را در اختیار میگیره. باری شات برآمد خوب از طرف ابراهیم شبان. زمانی آیسته آیسته پیش میه، میخواد که کنترل رنگ را در اختیار داشته باشه و میخواد که تهاجم داشته باشه در برابر حریف خودش. گراد بسیار خوب را از طرف زمانی شاهد بودیم. همچنان زمانی کنترل رنگ را در اختیار داره. گاردش هم بسته هست. اپرکت آکن راست، گراد راست. یک لحظه تعادل خودش از دست میته زمانی. رقابت همچنان ادامه داره میان هر دو بوکسر. اپرکت میزنه شبان، دو راست بلاک میشه توسط زمانی. گراد راستی که محمد زمانی به صورت حریف زد، به کنج رنگ میبره حریفه. مشتای خوب، دو راست بسیار قشنگ از طرف زمانی زده شد. باری شات، آکن اپرکت پاسخ میته با 2 زده حمله شبان. هر دوشان تا به حال در راوند نخست مسابقه خوب بودن. در ثانیه های ابتدایی شبان خیلی تهاجمی کار کرد و لحظه خطرناک ظاهر شد، اما دوباره زمانی بود که کنترل مسابقه را در راوند نخست در اختیار گرفت. باری شات، اپرکت، آکن. در این زده خورد زمانی برتریت خودش برای حریف میکشه. شبان
همزمان با هم دیگه مشت میزنند. دو گراد از طرف شبان و فرامدهای قشنگ از طرف محمد زمانی، اما یک مشت خطرناک از طرف شبان زده شد. ولی و راوند نخست مسابقه به پایان میرسه. ببینیم که راوند نخست را کدامشان برنده شد. تا لحظات دیگر راوند دوم باید میان هر دو فایتر آغاز شود. مسابقه از طرف هایلند باکسینگ جیم برگزار شده و یکی از سازمان‌های بسیار مطرح آسیا به شمار میره. تا لحظات دیگر راوند دوم مسابقه میان هر دو بکسر باید آغاز شود و این طرف مربیان شبان دو سه مربی در کنارش است و اون طرف زمانی با مربی که داره گوش میته تا در برابر شبان در راوند بعدی عمل کردش بهتر باشه. بله، راوند دو از این لحظه به بعد میان هر دو بکسر آغاز میشه و محمد زمانی با لباس سفید در برابر حریفش از فرانسه با لباس سیاه قرار گرفته. بادی شات از طرف محمد زمانی، اپرکت. همچنان مسابقه ادامه داره. مشتی که میزنه شبان، همزمان مشت میزن با همدیگرشان و محافظ دهن شبان مفته پایین. باید شسته شوه اول و بعد از او باید به دهن ورزشکار قرار بگیره. این قانون مسابقات بوکس است که در افغانستان بعضا ما شاهد هستیم که این نزاکت را مراعات نمیکنن، اما خوشبختانه اخیراً خوبتر شده، بهتر شده، چون نظافت خیلی مهم است. به هر حال البته نه در رشته تنها بوکسینگ بلکه در رشته‌های مختلف ما شخصا شاهد بودیم که باید محافظ البته شسته شود که تعداد زیاد از مربیان عزیز این موضوع را مراعات میکنن. به هر حال آکن ضرباتی که خوب زده میشه از طرف زمانی، دو گراد بسیار خوب و سنگین به صورت شبان زده شد. همچنان زمانی پیش میه و این طرف شبان هم میخواد که پاسخ بده و در ضد حملات چند ضربه را به سر صورت زمانی کوبید. حریفش قدرتمند است. حریف قبلی زمانی زیاد قدرتمند نبود، به مو خاطر زمانی خواست در برابر این حریف نه نگوی از طرف سازمان، چون حریفش سازمان انتخاب کرده بود در مسابقه قبلی و مجبور بود که رقابت داشته باشه. و به هر حال این حریفش حریف ساده نیست و حریف واقعا خطرناک است که زمانی پس از او حریف خود شکست داد، سازمان این حریف بهتر را برش در نظر گرفت که خوشبختانه حریفش هم ریکارد خوب داره و هم تجربه خوب و هم بدن نیرومند داره حریفش و امیدوار هستم که زمانی در این مسابقه برنده شود، چون هر حریف خوب را که زمانی ببره قطعا در ارتقای رنکینگش تاثیر مثبت خواهد داشت. شبان با لباس سیاه پیش میه. این طرف زمانی گارد خود جمع میکنه و یک اپرکت میزنه. دوباره زمانی دو گراد میزنه، بلاک میشه توسط شبان. برآمد خوب از طرف زمانی. زمانی تمرینات زیاد را داشته و وزن هم زیاد کم کرده. دو گراد از طرف شبان، باری شات، مشتهای خطرناک از طرف شبان زده میشه. یک لحظه کنترل اعصاب خود از دست دادی ورزشکار، حالا میخواد که امتیاز بگیره، اما این طرف زمانی دوباره پاسخ میده با غیرت و شجاعت که داره. به هر حال گراد خوب از طرف زمانی، احتمالاً که اصالت آفریقا را داشته باشه. قاره آفریقا را این ورزشکار از فرانسه و تابعیت فرانسه را گرفته. محمد ابراهیم شبان شاید از مراکش باشه، شاید هم از الجزایر. به هر حال احتمالش میره. این طرف زمانی دوباره اپرکت میزنه. دو گراد بسیار خوب از طرف زمانی، مشتی که پرتاب میکنه به صورت حریف و زمانی پرقدرت کنترل و راوند و رنگ در اختیار داره که کار هر کس نیست و مدیریت رنگ و مسابقه بسیار مهم است که راوند دوم را کاملا
در اختیار میگیره محمد زکریای زمانی افغان. به هر حال راوند دوم هم به پایان میرسه و در این راوند محمد زکریای زمانی عملکردش بهتر بود. حرکت های بسیار خوب را شاهد بودیم. یک بوکس بدون نقص را از طرف این ورزشکار خوب ما شاهد بودیم که واقعا کیفیت بوکس خوب را در این مسابقه از خود در برابر حریف قدرتمندش به نمایش گذاشت. ورزشکار ما در گذشته در برابر تیوا کرام 2 بار برای به دست آوردن کمربند قهرمانی احتمالاً BA بود که مسابقه کرد که اما متاسفانه هر 2 بار از حریف قدرتمند تایلندیش رقابت را واگذار کرد. حریف تایلندیش حتی تجربه مسابقه با کانتندران و کسایی که در سطح جهان نام و نشان داشت رقابت داشت و ریکارد فوق‌العاده داره. تیوا کرام و رنکینگ 29 جهان است فعلا حریفش از تایلند که به هر حال دست میده هر 2 بوکسر به هم دیگرشان و راوند سوم میان هر 2 بوکسر آغاز میشه. زمانی همچنان پیش میاد. مشت‌های که از طرف زکریای زمانی زده شد. اپرکت، باری شات، گراد راست از طرف زکریای زمانی بلاک میکنه بوکس های زمانی را. مشت که به صورت شبان برخورد میکنه. مشت‌هایی که میزنه زمانی. اپرکت خیلی خوب میزنه. اپرکتش واقعا خوب بود. آکن که زیبا را شاهد بودیم از طرف محمد زمانی. 2 باری شات. مشت راست، گراد راست، چپ راست خیلی خوب زد. این گرادش دوباره باری شات. آکن راست این طرف باری شات. آکن چپ باری شات و مشت که خطا میره. به هر حال گراد راست خوب از طرف زمانی افغان زده شد. راوند سوم هست دوستا. اپرکت وضعیت حریف خراب ساخته در این لحظات. باری شات. گراد راست، چپ راست، بازم راست. گراد راست خوب برآمد میکنه محمد زکریای زمانی. این طرف میخواه مشت بزنه اما دوباره زمانی است که کنترل حریف را و رنگ و مسابقه را در اختیار خود قرار میده. اپرکت، آکن، اپرکت، بازم باری شات. آکن راست. مشتهایی که تک تک میکوبه و کلن امتیاز میشه برای زمانی. 2 گراد. حالا زمانی است که مشتهای خوب را انجام میده و اپرکت، باری شات، گراد راست و حالا ناکداون میکنه حریفه. داور مسابقه شمارش را آغاز میکنه. راوند سوم هست و کمتر از 1 دقیقه دیگه به ختم این مسابقه فرصت باقی مونده. مسابقه در 6 راوند 3 دقیقه‌ای برگزار شده دوستا. 2 گراد بسیار خوب زده میشه. گراد راست آکن اپرکت و این اپرکتی که تمام میکنه کارا و محمد زکریای زمانی نفس حریف فرانسوی خودش بند مندازه و رفری مسابقه را تمام شده اعلام میکنه به نفع محمد زکریای زمانی از افغانستان و در لحظات دیگه دستی ورزشکار خوب و شایسته افغانستان به عنوان فرد برنده باید بلند شود. محمد زکریای زمانی اینجا بود که تانست حریفه واقعا تحت تاثیر خود قرار بده و زمانی بدن عضلانی به خود درست کرده وزن زیاد هم در این مسابقه کم کرد و زیاد زحمت کشیده بود به خاطر این پیروزی و تبریک میگم بر خودش و به علاقمنداش و به هموطنان عزیز ما که علاقه به ورزش مشت‌زنی یا بوکس داره. به هر حال تانست که این مسابقه را برنده شود. بله رفری باید دست محمد زمانی را بلند ببره در وسط رنگ. بله دوستا محمد زکریای زمانی برنده این مسابقه شناخته میشه و حریف خودش شکست میده. از کوچ خودش میخواد که سپاسگزاری داشته باشه. به هر حال
تبریک میگم برای زمانی عزیز و خانواده گرامیشان و هموطنان عزیز ما پیروزی ارزشمند زکریا زمانی را در مسابقه بین‌المللی بوکس که به شکل حرفه‌ای برگزار شده بود در تایلند و تانست که ریکاردش به عدد 8 برسانه، ریکارد پیروزیش. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.